خانم داستان میلیون ها زن در افغانستان هست. ما بیشتری ما فقط به خاطر می پیشکش هستن که دخترای خود قربانی میکنه، مجبوری به خاطر فرزندای خود بشینی و سکوت کنی. سلام دوستان و هموطنان عزیز، شما را خوش آمدید میگم در چنل یوتیوب اجدی میدیا. با من معصوم سنا سلطانی در خدمت شما هستیم با شنیدن یک داستان پر از فراز و نشیب. در کنار ما نرگس خانم هست. نرگس خانم در سن بسیار کمی ازدواج کرده، در سن کمی فرزند به دنیا آورده و زندگی پرچالشی را داشته و داستان نرگس خانم داستان میلیون ها زن در افغانستان هست. هزاران زنی که به این شکل ازدواجشان هست و نمیخوایم زیاد پیشگویی بکنم، زیاد صحبت بکنم. از خود نرگس خانم میشنویم، سوال ها را با خودشان شروع میکنیم. سلام، وقت شما بخیر نرگس خانم. خیلی اول تشکر میکنم که قبول کردی با ما مصاحبه بکنید. دوستای عزیز، به خاطر که نرگس خانم بسیار محدودیت داره از طرف خانواده‌اش، به خاطر همین من واقعا سپاسگزاری میکنم که قبول کرد بیاد داستان زندگی خود با ما و شما تعریف بکنه تا برای بعضی از آدم ها عبرت شود و دیگر نخواهی که چنین ازدواج هایی را داشته باشه. تشکر از خودت. میشه در اول یک معرفی داشته باشیم؟ سلام به شما و تمام بینندای شما. اسم من نرگس است و 21 ساله هستم و 3 تا فرزند دارم. تشکر نرگس خانم. نرگس جان، بیاییم از اینجا شروع بکنیم که چند ساله بودی نامزد شدی؟ 13 ساله بودم که پدرم مرا به یک مرد 45 ساله مجبور کرد و اجبار کرد. در اون لحظه میدونستی که کسی قرار است همسر شود و اینقدر سنش از خودت بزرگتر هست؟ واقعا من در سنی نبودم که درک داشته باشم و خودم هم که قبلی که نامزاد کردم مثلا نفهمیدم که من نامزاد هستم و دیگرها برای من گفتن که همچین اتفاق افتاده. بعد او بسیار برایم سخت افتاد و من درس خود اعلا کردم و بسیار غمگین شدم. دیگه امیدی نداشتم به زندگی. درست است. نرگس جان، گفتی که درس خود رها کردی. برای من جالب بود. خانوادت گفت که ترک تحصیل بکنی یا خودت خواستی که ترک تحصیل بکنی؟ نه، خانواده من به هیچ اعتراض نکردم. من خودم خواستم، از خاطر دیگه ایتو فکر کردم که دیگه هیچ امیدی ندارم و هدفی ندارم دیگه. چون معمولا ما افغانی‌ها کرسی میکنیم زودی که اولاددار میشیم و هیچ آینده، هیچ پیشرفتی نداریم. میشه نرگس جان از زمان خرید عروسیت بگویی؟ وقتی که میرفتی خرید میکردی در سین چه احساس داشتی؟ درک از این داشتی که میری خرید میکنی، عروسی از قرار بکنی؟ شما که زیر سن قانونی بودین، اون لحظه میشه احساس خود با ما و بیننده ها شریک بکنی؟ واقعا وقتی که من خودم برای خودم خرید میکردم هیچ نمیفهمیدم که این چی است و چی میشه و این کار دیگرها برایم توضیح دادن که این رقم است و تو برای خرید خود آمدی. من هیچی نمیفهمیدم. احساس میکردم که این فامیل هست یا هر چی هست حتما پولی داریم بالایش که برای ما خرید میکنه و خیلی از این خوشحال بودم که بریم یک لباس، یک چادر میخره. دیگه واقعا درکم کم بود که من بفهمم که مرا به یکی دیگه داده. خرید خود کردین، ازدواج هم که کردین. برای یک دختر در اون سن چند سالت بود بعدی که نامزد شدی و دوباره ازدواج کردی؟ من 15 ساله بودم عروسی کردم و درست است. میشه نرگس جان بگویی که خب در سن 15 سالگی سن بسیار کمی است، ازدواج کردی. میشه مزمو تجربه های ازدواجت بگویی که در این سن وقتی که رفتی وارد یک زندگی شدی، وارد یک مسیر جدید شدی، چه چالش هایی را داشتی؟ بسیار سخت است دیگه، چون تجربه نداری و درک فهمت بسیار کم است و باعث میشه که همی کسی که باهاش زندگی میکنی نشه کارایش و بسیار تجربه کم داری و خیلی خشونت ها و خیلی چیزا در زندگی پیش میایه. به خاطر همین من واقعا هیچ چیز نمیفهمیدم و اول خیلی برایم سخت بود تا که بفهمم و درک کنم و خیلی سخت بود واقعا و تا الان هم سخت است، چون در سینه که ما باید بازی کنیم و در سینه که ما باید درس خدا بخونیم. آمدیم خانه‌داری کنیم، بچه‌داری کنیم و
واقعا بسیار سخت است. درست است. من خودم تجربه میکنم، بسیار سخت است واقعا. در فامیل اطراف هم این کار را انجام میدن، یعنی در سن بسیار کم ازدواج میکنن، یا این تجربه شما بود؟ ما افغانی ها کلا 80% ما در افغانستان همه شرایط داریم و تا همه الان هم که هست همه همه کارا جریان داره و بسیار کارهای اشتباه میکنن پدر و مادر ما که ما را در سن کم میدن و ما زندگی چیزی در سر در نمیاریم. کلا زندگی برای ما تارکی میشه و واقعا این برای ما هم سخت است. من شکر خدا مادر 3 اولاد هستم، ولی تا حالا هیچ خوشی از زندگی ندیدم و هیچ تجربه برای من خوب نبوده. درست است. خب نرگس جان، گفتی که در سن کم ازدواج کردی و باز متاسفانه در سن کم دوباره بچه دار شدی. تشکر از یک تجربه خود با ما در اشتراک گذاشتی. از اما تجربه های اولین فرزند خودت بگو که در اون سن بسیار کم چه رقم بچه جمع میکردی. در گفته ما افغانا چه رقم را اما خیلی کارا داره، خیلی مسئولیت ها داره، واقعا خیلی درد و سرا داره وقتی که اولین بچه در سن کم باشه. کی با تو کمک میکرده اون لحظه؟ امرای ما بودن دیگه، شوهر ما بودن و خانواده شوهر ما بودن و بسیار همراه خشونت همراه ما رفتار میکرد و میگفتن که شما هیچی را یاد ندارین و این کارا را به خاطر همین سنای کم که ما داشتیم چیز را یاد نداشتیم، کار را نمیتونستیم درست انجام بدیم و خود ما بچه بودیم، چطور میتونستیم یک بچه را بیاریم و درست جمع کنیم تربیت کنیم. به خاطر هم یک ذره سخت بود و ما هم خیلی زیر خشونت بودیم. از همه خاطرها دیگه زندگی خیلی برای ما مخصوصا زنای افغان سخت است از این شرایط. من یک سوال به ذهنم رسیدی که خب ما افغان یک مقدار شیربها را میگیریم وقتی که ازدواج میکنه دختر. از شما شیربهایتان چقدر بود؟ از ما 3.5 لک بودن. بله 3.5 لک گرفتن پدرم. ما بیشتری ما فقط به خاطر همین پیشکش هستن که دخترای خود قربانی میکنیم و واقعا کار خوب نیست. واقعا راست میگین. همین شیربها هم گاهی بعضی از پدرها را کمی وسوسه میکنه با یک دختراشون را زودتر به ازدواج بده. به نظرت از این به بعد زندگیت بهتر شه و امیدوار هستی به زندگی، یا میگی که بازم همین رقم چون شوهرت از خودت سنش بالاتر هست و 3 تا فرزند داری چالش برانگیز از زندگی مخصوصا از لحاظ اقتصادی؟ زندگی من واقعا بسیار سخت است. تا حالا که هیچ روی خوشبختی و خوشی را ندیدم و این رقم است که من و شوهرم تفاوت سنی بسیار زیاد داریم و هیچ درک فهمی در زندگی نیست و همیشه منتایی برای من میدن که تو نادان هستی، هیچ چیز از زندگی نمیفهمی. به خاطر همه چیزا در زندگی ما محبت هیچ وقت نیست. ولی هر مادری باشه همه فکرش هست که آل خاندای ما که این کارو میکنن ما را به یک مرد سن بالا و فکر آینده ما را نمیکنه. الان شوهر ما بسیار کار کنه، یک 5 سال دیگه بعد دیگه کار نمیتونه و حمال بسیار از کار خسته است و کارهای سنگین نمیکنه مگه من نمیتونم. به خاطر همین بعدی چند سال دیگه نمیتونه کار کنه و بر من بسیار مشکل است و بسیار فکر اندیش دارم که بعدی چطور میشه اولادای مرا که خرج میته و بعدی هم که بسیار شرایط سخت است واقعا و بسیار شرایط های خود داره بعدی که واقعا بسیار فکر دارم. بعدی که من همراهی فامیل عروسی کردم، یک فرزند خدا رو شکر سالم است و 2 فرزندم به خاطر که با همراه فامیل عروسی کردم و بسیار مشکل داره، مریضی داره که هیچ خرج عمل و همین دارو تداویش را نداریم و بسیار شرایط برای ما حمالم سخت شده. چه مشکلی داره فرزندشون؟ فرزندیم یکیش نمیتونه هیچ گپای ما را نمیفهمه و یکی دیگهش هم که مشکل قلب داره. دیگه ایران هم که به خاطر که ما مهاجر هستیم و هیچ کدوم مدرکی نداریم طویل نمیگیرن.
منظور شما مدرک قانونی میگید یا مدرک بیمه و اینها؟ نه پاسپورت داریم ولی با پاسپورت بیمه نمیکنه و منظورم از این مدرکایی که ایران میدن از اینا نداریم. درست است. و این واقعا جای نگرانی داره. از فامیل آشنا کسی با شما کمک مالی نکرد به خاطر تداوی فرزندتان؟ نه متاسفانه ما تا حالا هیچ کمکی، هیچ حمایتی از فامیل دوستا اینا دریافت نکردیم و خیلی مشکلات های فرزندم جدی است و فعلا هیچ کسی برای می درخواست ندادن. درست است. جالب هست که متاسفانه هیچ کسی با شما کمک نکرد. کدوم موسسه خیریه چیزی نیست برای افغان ها در ایران؟ یعنی کدوم جایی نبوده شما مراجعه بکنید و به شما کمک بکنه؟ بله فعلا از افغان ها که ایران هیچ مجوز چیزی ندارن و هیچ خیریه چیزی افغان های خود ما دست ندارن. از ایران چرا ما چند جای خیریه رفتم و همچنین مشکلاتی داشتم، اسنادهای فرزندای خود بردم در جریان گذاشتم ولی متاسفانه قبول نکردن چون گفتن شما اتباع هستیم و برای شما هیچ پذیرشی نداریم. درست است. کدوم مدرک چیزی داری از همه مرزی دختری؟ دوستای عزیز این هم مدارک فرزندش هست که دچار مشکل هست اینها. حالا شما این همه معطل کردید و پول نداشتید که بخواید تداوی بکنید، چقدر دیگه وقت دارید شما؟ ما وقت نداریم و بسیار مریضی دختر مرا عاجل گفته و ما بسیار شفاخانه رفتم، بسیار برایشان اصرار کردم که هزینه ای که برای ما تعیین کردن کم کنن و ما این هزینه را نمیتونیم پرداخت کنیم. گفتن هیچ راهی نداره و هیچ امکان نداره چون شما اتباع هستین باید همه هزینه‌اش رو پرداخت کنیم. فرزند اول سالم است؟ بله فرزند اول هیچ مشکل نداره الحمدلله. درست است. چه تقاضا داری از هموطنانی که شما را میبینه، کسایی که میتونه کمک بکنن؟ دیگه گفتنی خاصی ندارم، همه که هموطن ما هستن و یک دست هموطن خدا میگیره و بسیار برای خودشان هم خوشایند و ثواب است. همه که یک کسی را، یک طفل را مریض است نجات بده، واقعا تشکری خاص میکنم ازشان. هموطنان عزیز، من فکر میکردم نرگس خانم فقط امی مشکلات زندگی هست که مثل هر دختر افغان درگیرشان هست. دختر افغان های زیادی هستن که درگیر مسائل ازدواج زود هنگام، ازدواج با سن کودکی را داره و ما در اینجا متوجه شدم که دخترشان هم مشکل دارن و امیدوار هستم هموطنان عزیز ما که میتونه و امکانش را داره، میتونه که یک دست خیری داشته باشه با امی هموطن خودش یک کمک بکنم. امیدوار هستم که از این کار خیر دریغ نکنید و میتونید که با همو پیام گذاشتن یا ما شماره شما را در صفحه شریک میکنم تا با شما ارتباط برقرار بکنه و ای که میتونه که مدارک رو هم شما با اونها نشان خواهید داد. تشکر. کمک بکنن. خب نرگس جان، گفتی که قبل از اینکه بچه حتی به دنیا بیاد از اول زندگیت پر از مشکلات بوده، شوهرت مشکلات روحی و روانی هم داشته گویا و همو جنجالا و خشونت های خانگی بوده. کسی با شما هم کاری نکرد؟ کدوم سازمانی یا حداقل خانواده شما پشت شما را نگرفتن؟ نه تا حالی هیچ کسی ما را حمایت نکرده و از طرف فامیل و کسایی که ما را میشناختن و وضعیت زندگی ما را خبر داشتن هیچ همچین کسی پیدا نشده که دست ما را بگیره حمایت کنه. خب شما گفتین خشونت خانگی داشتید، وقتی که میرفتی به مو خانواده خودت میگفتی اونا چی عکس العملی نشان میداد؟ میگفتن ما هم همونجوری بودیم و بسیار پدر مادرای مخصوصا مادرای ما گفتن هنمی زندگی که ما تیر کردیم اینم بسیار سخت بوده و دیگه وقتی عروسی کردی دیگه هیچ راهی نیست، مجبور بسازی و هم مشکلات های خود از زندگی داره، بالا پایین داره، مجبوری به خاطر فرزندای خوب بشینی و سکوت کنی.
درست است. حتی از شما زمان خوب فرزند نداشتید و تازه ازدواج کردی، خب گفتی که یه رفتارها را داشته ولی باز هم حمایت نکرد. بله بله، خانواده گفتن که ما کلا ما افغانی ها همه رسم بیشتری ما داریم که یک دفعه عروسی کردیم دیگر رسمی طلاق نداریم و زندگی هر جوری باشه مجبوریم بسازیم و بسیار برای بعضی ما بسیار مشکلات سخت است ولی مجبوریم سکوت کنیم. خیلی از دخترهای سرزمین ما هست که با چنین مشکلاتی روبرو هست و در آخر که گفتید دخترت مشکل رو واقعا من ناراحت شدم و امیدوار هستم بیننده‌های عزیزم که بیننده این برنامه هستند دست شما را بگیره و یک کمکی بکنه. دوستای عزیز تمام مدارکشون در اینجا هستن، شما خواستین کمک کنید تمام مدارکش رو هم میتونید که ببینید. خیلی تشکر میکنم از اینکه شما زندگی خودتان را با ما و بیننده های عزیز شریک کردین. میشه که آخرین گفته های خود هم با ما شریک کنید. دیگه گفتنی ندارم و همه هموطنان خود تشکری میکنم اگر کسی واقعا پیدا شود و حداقل یک کمکی برای ما کنه واقعا خوشحال میشم و از ته دل برایشان دعا میکنم. درست است. چه گفتنی داری به کسایی که دخترایشان را به خاطر پول یا به خاطر افکار سنتی زود ازدواج میتن یا با افراد سن بالا مثلا با کسای ای پیوند ازدواج را میکنن که 40 سال 20 سال 30 سال تفاوت سنی دارد؟ دیگه بیشتر افغانی ما همه کار انجام میدن و ما مخصوصا به همه پدر مادرها که وقت اولادشان رو برای کسی میدن ببینن واقعا نفر رو بشناسن و زندگیشان رو تباه نکنن. حداقل همه رو که برای کسی میدن همسین خودشان باشن، هم درکشان باشن. به خاطر همه کسی که تفاوت سنی داشته باشه واقعا درک فهمشی بسیار همراه ما فرق داره. دوستای عزیز اگر شما متوجه شده باشید نرگس خانم در میان صحبت‌هایشان گفتن به دلیلی که ما تفاوت سنی زیادی داشتیم اما تفکر ما با هم دیگر نمیساخت، بعضی صحبت‌های ما، اخلاق ما، اما خواسته های ما با یک دیگر مچ نمیشد و ما نمیتونستیم یک دیگر رو به درستی درک بکنیم. پس ببینید در اینجا ما به این نتیجه میرسیم که چقدر سن میتونه که مفید باشه برای دو فردی که میخوای باید کهشون ازدواج بکنن. امیدوار هستم این مسائل را در نظر بگیریم و کسایی که میشناسیم و میدانیم که در نظر نمیگیرن با اونها هم راهنما باشیم. امیدوار هستم روزی برسه که ازدواج های زیر سن کتک همسری از بین بره در افغانستان. با امید او روز هستیم و امیدوار هستیم به زودی فرا برسه. تشکر میکنم که با HD میدیا همراه بودین. لایک و سابسکرایب شما نره و ما را همراه داشته باشید و قرار است برنامه بسیار خوبی را تقدیم شما بکنیم. خدایا رو نگهدار شما.